به نام خدا. با عرض سلام، علی دلیل هستم، مدرس درس ریاضیات و هوش و استعداد تحلیلی تیسوشان. سلام گرم به دانش آموزان عزیز سال نهمی، عزیزانی که میخواین در چالش 20 درسی در اولین روز چالش 20 درسی ما شرکت بکنن. چالش نمره 20 در 30 روز. به پاس استقبالی که از ویدیوهای آموزشی ما داشتید و به ما لطفی داشتید، ما تصمیم گرفتیم که در ایام منتهی به امتحانات دی ماه چالش 20 درسی رو برای شما داشته باشیم. بدین صورت که در طول 30 روز مطالبی از 4 فصل ابتدایی ریاضیات سال نهم به صورت 0 تا 100 برای آمادگی امتحانات به شما آموزش بدیم، مثال‌های متعدد رو حل بکنیم از ابتدا صرفاً بابت این موضوع که برای امتحانات آماده باشید و پرقدرت برای ترم دومتون قدم بردارید. بر اساس مطالبی که وجود داره، مطالب سال نهم به شدت برای دهم شما حائز اهمیت و دانش آموزانی که میخوان رشته ریاضی و تجربی رو برن و حتی دانش آموزان انسانی به شدت به مفاهیم پایه ریاضیات سال نهم در سالهای آینده نیاز خواهند داشت. خب، قبل از اینکه وارد درس اول و مجموعه ها بشیم، میخوام چند تا نکته رو خدمتتون بگم. اول نکته اینه که ما اینجا کامل درسنامه میدیم و برای شما سوال حل میکنیم. پس اگر تا الان هم کاری نکردید و حالا کمکاری وجود داشته در طول مهر ماه و آبان ماه، قول میدم به شما که اگر همراه ما باشید به نحو احسن میتونید 4 فصل ابتدایی ریاضیات سال نهم رو جمع بندی بکنید. نکته دوم این که ما برای دانش آموزان سال نهمی که میخوان برای امتحانات آزمون‌های خاص مثل مدارس تیسوشان و نمونه دولتی آماده بشن، فضایی رو فراهم کردیم که بتونیم در کنار همدیگه سوال‌های مهم رو حل بکنیم، سوالات تستی حل بکنیم، نکات مهم رو بگیم و شما رو در درس هوش و ریاضی برای آزمون نمونه دولتی آماده بکنیم با عنوان گروه دورهمی‌های تیسوشانی‌ها که شما برای سال آینده انشاءالله در تیسوشان آماده باشید. سال آینده که همون 6-7 ماه بعدی که انشاءالله می‌خواید در تیر ماه برای آزمون نمونه دولتی و تیسوشان یا مدارس خاص آماده بشید. جهت دریافت فایل این جزوه، اگر احیانا خواستید جزوه این فایل رو دریافت کنید یا عضویت در این گروه، کافیه به آیدی شخصی بنده به نشانی علی دلیل 13 در فضای تلگرام پیام بدید یا به شماره 0939 797 0285 از طریق تلگرام پیام بدید که این فایل برای شما ارسال بشه و اون تو اون گروه عضو باشید و ما مفاهیمی که نیاز داریم رو اینجا به شما می‌نویسیم و برای شما ارسال می‌کنیم. خب، اگر اجازه بدید بریم کم کم وارد موضوع اصلیمون بشیم. موضوع اصلی ما، فصل اول ما، راجع به مجموعه هاست. هر آن چیزی که نیاز باشه ما برای شما شروع می‌کنیم و راجع بهش توضیح میدیم. فصل اول، مجموعه ها. مجموعه ها اولین عنوان و اولین درس ما در سال نهمه که برای شما مطرح میشه و میخوایم راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت داشته باشیم. خب میخوایم راجع به معرفی مجموعه صحبت بکنیم. ببینید، ما در ریاضیات دسته‌ای از اشیا و اعداد و غیره که به صورت متمایز گرد هم آمدند به این میگیم مجموعه. شما دسته‌ای از اشیا، اعداد، نفرات، هر چیزی، کتاب، هر چیزی که کنار هم داشته باشید، غیر تکراری باشه و متمایز باشه. متمایز یعنی چی؟ یعنی این عضو با عضو دیگه‌اش جدا باشه. کتاب ریاضی با کتاب فیزیک، علی دایی با فرهاد مجیدی، اینا با همدیگه متفاوت باشن. به این میگن دسته‌ای از اشیا، اعداد و ارقام و هر چیزی که گرد هم آمدن بهش میگن مجموعه. ما توی این فصل میخوایم راجع به مجموعه با همدیگه صحبت بکنیم. نکته اول، یه راست میریم سراغ سر اصل مطلب و نکات مهمش. مجموعه نباید سلیقه‌ای باشد. مجموعه نباید سلیقه‌ای باشد یعنی چی؟ یعنی شما در تعیین اعضای مجموعه سلیقه شخصیتون نباید دخیل باشه. یعنی چی؟ من مثلا به شما میگم 3 شاعر ایرانی. شما وقتی میخواید 3 شاعر ایرانی نام ببرید، یکی میاد مثلا میگه سعدی، یکی میاد میگه حافظ، یکی میاد میگه شهریار، یکی میاد میگه رودکی، یکی میاد میگه سنایی،
خب تعداد اعضایی که میتونی داشته باشی زیادن دیگه. چون سلیقه به میون میاد شما دیگه نمیتونید اینو به عنوان مجموعه نشون بدید، چون اعضای مختلفی وجود داره. اما من مثلا میگم 4 عدد اول یک رقمی. 4 عدد اول یک رقمی کدومان؟ اعداد اول چیا بودن؟ اول اینو یادآوری بکنیم. هر چیزی که نیاز از سالهای قبل هم بهتون میگم. اعداد اول اعدادی بودن که به جز یک و خودشون شمارنده دیگه ای نداشتن. یعنی من وقتی می نویسم 2 تجزیهش میکنم 1 می نویسم و 2. هیچ عددی جز یک و خودشون ندارم، ببینم یعنی اعداد اول. اما مثلا عددی مثل 6 به 2 و 3 بخش پذیره، پس ببین میگن عدد مرکب. میخوام 4 عدد اول یک رقمی رو بنویسیم. چیا میشه؟ میشه 2 3 5 و 7. خب چند تا شدن؟ شد 4 تا. آیا جوابمون یک تاست؟ بله. از هر کسی بپرسی که مجموعه اعداد اول یک رقمی چیا میشن؟ میگه 2 3 5 7. این 4 تا رو میگه. پس این نماینگر یک مجموعه هست. اینم بگم ما مجموعه رو وقتی مشخص میشه اعضاشو بین دو تا آکولاد مشخص میکنیم با نماد و از همدیگه اعضاشو جدا میکنیم. اما اگر همین سوالو می نوشتم 3 عدد اول یک رقمی، این دیگه مجموعه نمیشد. چرا؟ چون اعداد اول یک رقمی 4 تا. یکی ممکنه بیاد بگه که من می نویسم 2 3 5، اون یکی میاد میگه نه من می نویسم 3 5 7. این دوتا با هم دیگه برابر نیستن. پس ما برای جوابمون حق انتخاب داریم و در نتیجه چون حق انتخاب داریم عملاً مجموعه برامون مشخص نمیشه، چون به صورت سلیقه‌ای حق انتخاب به ما داده. درست شد؟ پس ما وقتی میخوایم مجموعه مشخص کنیم سلیقه شخصیمون نباید توش دخیل باشه. این اولین نکته. نکته بعدی، حالا ما 4 تا عدد اول یک رقمی رو مشخص کردیم. شد 2 3 5 7. اولین نکته گفتیم که بین دو تا آرکولات باید نشونش بدیم. بعدی گفتیم با علامت و از هم دیگه جدا میشن. مجموعه ها رو با حرف بزرگ انگلیسی نشون میدن. مثلا میشه مجموعه A. پس نامگذاری مجموعه ها، نامگذاری مجموعه ها میشه چی بچه ها؟ میشه با حروف بزرگ انگلیسی نشون میدن. نکته بعدی این که مثلا اگر مجموعه به شما بدن مجموعه آ مساوی 2 2 5 3 5، اگر عضو تکراری براش داشته باشید باید تکراری ها رو حذفش بکنید. یعنی مجموعه شما مساوی میشه با 2 3 و 5. پس در نتیجه باید بگیم که نکته بعدی تکرار در مجموعه ها مجاز نیست. تکرار در مجموعه ها مجاز نیست. یعنی ما اعضای مجموعهمون رو باید بدون تکرار بنویسیم. اگر هر چند بار تکرار داشته باشیم فقط یه دونش برای ما ملاک. خب این اولین نکته‌ای که می‌خواستیم راجع به مجموعه با هم دیگه داشته باشیم. ما ضبطمون هم چک بکنیم که مشکلی من باب ضبط پیش نیاد. خب اما مثلا من به شما میگم 4 غذای خوشمزه همه اعداد طبیعی. یا مثلا به شما میگم 4 شهر بزرگ، درختان، جنگل های گیلان. میخوایم اینا رو مشخص بکنیم. درختان، این تصویر خودم افتاده اینجا، شما درختان رو نمیبینید پس من اینو جابجاش کنم. تصویر خودم باعث نشه که اینو نبینید شما. بریم اینجا. بدید صورت 4 غذای خوشمزه، همه اعداد طبیعی، 4 شهر بزرگ و درختان جنگل های گیلان. میخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم ببینیم مجموعه هستن یا نه. 4 غذای خوشمزه سلیقه توش ملاکه. چرا؟ چون یه نفر ممکنه بگه پیتزا و آب گوشت و مثلا آبدو و نمیدونم غذاهای دیگه، که ممکنه بگه نه لازانیا و
نمیدونم سوشی و اسپاگتی و اینجور داستانا. سلیقه توش ملاکه، چون سلیقه‌ایه پس مجموعه نیست. همه اعداد طبیعی مجموعه رو مشخص میکنه. بله مشخص میکنه. چرا؟ چون از هر کسی بپرسی که اعداد طبیعی چی میشه، میگه من از یک شروع میکنم، دونه دونه میرم جلو. 1 2 3 4 5. اصلا اعداد طبیعی چیا بودن؟ اعداد طبیعی اعدادی بودن که با نماد n نشون میدادن از یک شروع میشد 2 میشد 3 میشد 4 و الی آخر. پس به این میگفتن مجموعه اعداد طبیعی. پس این مجموعه رو به حساب میاره. نکته بعدی 4 شهر بزرگ. خب 4 شهر بزرگ سلیقه به حساب میاد. بریم ببینیم. میگیم که خب من شهر بزرگ مثلا مثال میزنم تهران، اون یکی مثال میزنه تبریز، اون یکی مثال میزنه مثلا مشهد، اون یکی مثلا مثال میزنه مثلا شیراز. خب زیاد شد دیگه. یکی میگه یزد، یکی میگه اصفهان. سلیقه‌ایه. پس این هم مجموعه رو برای ما مشخص نمیکنه. بعدی گفته درختان جنگل‌های گیلان. شاید با خودت بگی که خب درختان جنگل‌های گیلان خیلی تعدادشون زیاده، تا صبح درخته، همه جا رو نام کنین درخته، ولی این مجموعه رو مشخص میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما مجموعه درختان جنگل‌های گیلان رو اگر یک نفر بیکاری پیدا بکنید که بیاد دونه دونه درختان رو نامگذاری و شماره گذاری بکنه، 1 2 3 فلان، بالاخره یه جا تموم میشه دیگه. میخوام اینو بگم توی مجموعه ها بحث تعداد مهم نیست. تعداد ممکنه بیشمار باشه، ممکنه بی‌نهایت باشه، ولی بالاخره مجموعه رو به حساب میاره. پس در نتیجه درختان جنگل‌های گیلان برای ما مجموعه به حساب میاد. چه نکته‌ای رو میگیریم ازش؟ نکته اینه در بیان مجموعه تعداد ملاک نیست. در بیان اعضای مجموعه تعداد ملاک نیست. یعنی ما تعداد اعضای مجموعه حتی اگر بی نهایت و تعدادشون خیلی زیاد باشه بازم برای ما مجموعه رو به حساب میاره. اما این اولین نکته و اولین اسلاید از نکات خود مجموعه است. بریم سراغ نکات دیگه مجموعه. میگیم که این مجموعه برای شما مینویسم اسمشو مجموعه A. مینویسم A B C. یکی از بچه‌ها میگه که آقا من اگر اینو اینجوری بنویسم چی میشه؟ B A C. یعنی بیام اینا اعضاشو با هم دیگه جابجا بکنم. A B C با B A C. آیا اینا مجموعه جدیدی میسازه؟ نه. مجموعه جدیدی نمیسازه. مثالش چی میشه؟ فرض بکنید من میخوام مجموعه مثلا استانهای ایران رو بشمارم، بنویسم. میگم خب آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، سمنان، مرکزی، اصفهان، بوشهر، مثلا گیلان، گلستان. خب 33 تا مجموعه به حساب میاد. 34 تا عضو داره. حالا یه نفر از آذربایجان شرقی شروع کرده، یه نفر میگه نه من از پایین شروع می‌کنم، می‌نویسم مثلا یزد، هرمزگان، سیستان، بلوچستان. میخوام اینو بگم آیا جابجایی مجموعه جدید تولید میکنه؟ نه دیگه، همشون میشن شهر استان‌های مربوط به ایران. و این یعنی این شما وقتی میخواید اعضای تیمی رو نامگذاری بکنید، وقتی میخواید اعضای تیم رو نام ببرید از دروازه‌بان شروع میکنید تا مهاجم. اگه اینا رو جابجا بکنید تیم جدیدی که نمیسازن، فقط اعضاشون با هم دیگه جابجا شده. پس در نتیجه نکته بعدیم چیه؟ میگم که جابجایی اعضا مجموعه جدیدی ایجاد نمی کند. ما اگر اعضای مجموعه رو بخوام با هم دیگه جابجا بکنیم، مجموعه‌مون اعضای جدیدی تولید نمیکنه و مجموعه‌مون یک مجموعه به حساب میاد. اما این نکته بعدی، یه مجموعه دیگه می‌نویسم، اشاره کردم قبلا، B می‌نویسم A B B C. A B C B B C اون نه B B C. اگر بپرسن اعضای مجموعه کیان، مثلا فرض بکنید من میخوام اعضای خانواده شما رو نام ببرم. یه خانواده نام ببرم، مثلا مثال بزنیم، مثلا علی به عنوان پدر، مثلا زهرا به عنوان مادر، مثلا حسین به عنوان فرزند، مثلا
کیمیا به عنوان خواهر، اینم فرزند. میخوام اعضاشو نام ببرم. اعضای خانواده کی میشه علی، زهرا، حسین، کیمیا. کیمیا، علی، زهرا، حسین. حسین، علی، کیمیا، زهرا. زهرا، حسین، کیمیا، علی. هی داره اینا رو جابجا میکنه. خب پس مجموع جدیدی که نمیسازه، همون خانواده است. اما اعضای این زهرا، علی. خب اونم که هی دوبار زهره بگی که عضو جدیدی که تولید نمیشه که، درسته؟ پس میخوام اینو بگم، شما اعضای تکراری توی مجموعه رو باید حذفش کنید. یعنی چی؟ یعنی بیا بگی که اعضای مجموعه B میشود A B C، یعنی اعضا میشن همون A و B و C. نکته که اینجا خیلی بچه‌ها سوتی میدن اینه که وقتی این تکراری‌ها رو میبینن موقع عضو نوشتن یکیشون هم نمی‌نویسن. یعنی چی؟ میگه این سه تا تکراریه، بعد یادش میره. قرار بود از اون سه تا تکراری یکی رو بنویسیم دیگه، این یادش میره A و اینجا بنویسه. یعنی همه رو با هم دیگه حذفش میکنه. نه اینجوری نیست. پس میشه A B C به عنوان اعضای مجموعه. پس در نتیجه جمع‌بندی صحبتم تصویر نمیافته. نه می‌نویسیم که در مجموعه ها تکرار مجاز نیست. این میشه بعدی نکته به صورت تیتروار برای این موضوع. خب بریم سراغ موضوع بعدی. اما موضوع بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم بحث نمایش مجموعه هاست. میخوایم راجع به نمایش مجموعه ها با هم دیگه صحبت بکنیم. مجموعه ها رو به روش های گوناگونی میتونیم نشون بدیم. اولیش به صورت کلامیه. به صورت کلامی یعنی چی؟ مثلا میگیم که مجموعه اعداد اول زوج. ما مجموعه اعداد اول زوج رو بنویسیم. خب عددی که اول باشه زوج باشه فقط دوه دیگه. میشه بنویسیم. عدد دو. اسمش هم میذاریم مجموعه A. این میشه اولیش. ما اومدیم مجموعه رو به صورت کلامی به شما نشون دادیم. بعدی میام مجموعه رو به صورت چی نشون میدم؟ نوشتن اعضا. نوشتن اعضا رو هم میگم به کمک آکولات، هم بعضی از منابع به صورت تفصیلی هم میگن. این شما مفصل داری توضیح میدی اعضا رو. مثلا میگم که همون مثالی که گفتم اعداد فرد یک رقمی، اینو میخوام به صورت تفصیلی نشون بدم. اسمشو میذارم مجموعه B، میگم اعداد فرد یک رقمی میشه 1 3 5 7 9. این میشه مجموعه اعداد یک رقمی. اما نوع دیگه نمایش مجموعه ها میشه نمایش به صورت نمودار ون. نمایش به صورت نمودار ون یعنی چی؟ یعنی ما بیایم اعضای مجموعه رو بندازیم داخل یه بسته. نگاه کن، مثلا اسمشو اینجوری میذارم، میگم استفاده از اشکال هندسی و نوشتن اعضای مجموعه داخل آن. این یه روش دیگه شه، استفاده از اشکال هندسی و نوشتن اعضای مجموعه داخل آن. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم بگیم که آقا مثلا من میخوام مجموعه آ رو نشون بدم، فقط دو رو داره دیگه، دو رو میندازم داخل یه دایره. وقتی میخوام اعضای بی رو بنویسم یه بیضی میکشم. آیا شکلش مهمه؟ نه، مستطیل بکش، بیضی بکش، دایره بکش، هر چی دوست داری بکش. مینویسم مجموعه بی، اعضاشو مینویسم داخلش 1 3 5 7 9. آیا مهمه کی رو کجا بنویسم؟ نه، 9 اینجا ننویس، اینجا بنویس. 3 رو اینجا ننویس، اینجا بنویس. مهم نیست. فقط اعضا رو یک بار داخل اون بسته باید نوشته باشی. اینم میشه نمایش اعضای مجموعه به کمک نمودار ون. خب میرسیم راجع به موضوع بعدی، میخوایم با هم دیگه صحبت داشته باشیم. فرض بکنید من دو تا مجموعه نشون میدم به شما. مثلا مجموعه A، اینجا رو می‌نویسم مجموعه B. اعضای مجموعه رو می‌نویسم مثلا 1 5 2.
اینو می نویسم 4 7 9 0. الان میخوام سوال بپرسم از شما. میگم که دو عضو A است. می نویسم که دو عضو B نیست. می نویسم که 4 عضو B است. می نویسم 4 عضو B نیست. خب الان اینا رو میخوام من اینجا به صورت نمادهای ریاضی برای شما نشون بدم. به چه صورت؟ میگم دو عضو A، میگی که بله من مجموع A رو اینجا دارم، دو هم داخلشه، میگی بله دو عضو A هست. نماد ببین چجوری مثلا میگیم 2 به علاوه 3 میشود 5. خب شما اینو به زبان ریاضی بلدید دیگه، میگی 2 به علاوه 3 میشه 5. از کجا اینو فهمیدیم؟ گفتن دیگه آقا به علاوه نمادش اینه، میشود که همون مساوی نمادش اینه. خب راجع به عضو بودن ما نماد داریم؟ بله ما راجع به عضو بودن هم نماد داریم، باید نمادش رو برای شما معرفی کنیم. نماد عضویت، نماد عضو بودن یا عضویت نمادش اینه، یه ای کوچیکه، از لحاظ نوعی ای بزرگ ولی در ابعاد کوچیک. پس من وقتی میگم دو عضو A هست میگم بله دو عضو A هست. این میشه نماد ریاضی عضویت. پس بحث ما اینجا راجع به عضویته. خب اما میگیم که دو عضو B نیست. شما میدونید که من وقتی مینویسم 2 به اضافه 5 8 میگه خب 2 که به اضافه 5 8 نمیشه. پس میام چیکار میکنم؟ میگم این دوتا با هم دیگه مساوی نیستن، پس 2 به علاوه 5 مساوی 8 نیست. الان تو 2 رو میگی که عضو B نیست، پس مینویسی 2 عضو B، یه علامت خط روش میکشی به معنای عضو نبودن، میگی 2 عضو B نیست. حالا میخوام بگیم 4 عضو B'ه. خب میخوای بگی 4 عضو B'ه، میای چی میگی؟ میگی که آیا 4 عضو B'ه؟ میگی خب یه مجموعه دارم اینجا، 4 هم داخلش میبینم. بله پس در نتیجه 4 رتش نرفت، بشه با این دیگه هایلایتش کنم. بله 4 عضو B'ه. پس در نتیجه میگم 4 عضو B هست. این میشه نماد ریاضی. آیا 4 عضو B نیست؟ خب 4 عضو B هست. پس من وقتی میگم 4 عضو B نیست، بخوام اینو نشون بدم میگم این جمله غلطه، نادرسته، چون 4 عضو B هست. مثلا چجوری میگه 4 عضو B صحیح غلط بودنش رو مشخص کن. 4 عضو B نیست، علامت خط میذاره روش، شما میگید نه این غلطه. چرا غلطه؟ چون 4 عضو B هست. حالا اگر من همینو بیام اینجوری بیانش کنم، بگم 4 عضو B 4 عضو A نیست، میگم اگر میخوای به زبان ریاضی بیانش کنم میگم اینجوری 4 عضو A نیست. اگر صحیح غلط از من میخواد میگم نه این جمله درسته. چرا؟ چون 4 عضو A نیست دیگه، A 1 2 5 رو داره، پس این جمله از لحاظ صحیح غلط بودن جمله صحیحی میشه. پس این اسلاید راجع به عضویت با هم دیگه صحبت کردیم با معرفی نماد عضو بودن. بریم موضوع بعدی. خب میخوایم راجع به یه موضوع دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم. بگیم که مثلا میگیم که شمارنده زوج عدد 15. میخوام ببینیم که آیا شمارنده زوج عدد 15 مجموعه رو مشخص میکنه یا نه. اول میریم سراغ این موضوع. قول دادم همه چیز از اول بگم. شمارنده یعنی چی؟ شمارنده یعنی پیمونه. پیمونه یعنی چی؟ یعنی میگم که آقا شما یه ظرف دارید، 15 تا گردو داخلش دارید، میخواید این گردوها رو با پیمونه هایی بردارید طوری که براتون باقی مانده ایجاد نکنه. یه نفر میگه من میام اینو 5 تا 5 تا برمیدارم باقی مانده نمونه.
یکی دیگه میاد میگه که من 3 تا برمیدارم باقی مانده توش نمونه. یکی میگه من یکی برمیدارم باقی مانده توش نمونه. یکی میگه من نه 15 تا رو یه جا با هم برمیدارم باقی مانده توش نمونه. این یعنی چی؟ یعنی تو میتونی یکی 3 تا 5 تا و 15 تا گردوها تو برداری و ازش چیزی نمونه. آیا دو تا میتونی برداری؟ نه، چون فرده یکی میمونه. آیا 4 تا میتونی برداری؟ نه، یه 4 تا میشه 4 تا، 2 4 تا میشه 8 تا، 3 4 تا میشه 12 تا، 4 تا میشه 16 تا. نمیشه. پس من اگه 12 تا بردارم 3 تا گردو ته ظرفم باقی میمونه. حالا مثلا یه نکته بگم، میگه که من مثلا شمارنده مثلا 72 رو بنویسم. شمارنده 72 چی میشه؟ اکثر بچه‌ها میان اینو مینویسن توی لیست بندی، یادشون میره، یکی رو جا میندازن، سوتی میدن. شما یاد بگیرید شمارنده ها رو وقتی میخواید بنویسید اینجوری بنویسید. وقتی میخواید شمارنده بنویسید میگه 72 شمارندش هم میتونه 1 باشه هم میتونه 72 باشه. همیشه از 1 شروع بکنید. بگید که خب حالا اگر 1 نوشتم 1 ضرب در چه عددی 72 میسازه؟ 72. بعد برید سراغ این که آیا اون عددتون زوجه؟ بله. پس 2 رو مینویسید. حالا سوال، 2 ضرب در چی برای من 72 میسازه؟ 36. پس شمارنده بعدیم 36. آیا عدد به 3 بخش پذیره؟ بله. چرا؟ چون 72 میشه 9. عددی که جمع ارقامش بشه 9 به 3 بخش پذیره. پس اینو به عدد بعدیشو میذارم 3. حالا اگر 1 2 3 رو دارم 3 ضرب در چه عددی برای من 72 میسازه؟ آفرین 24. پس 3 و 24 تقسیمش رو انجام بدید کامل براتون واضحه. برم سراغ عدد بعدی. 72 به 4 میخوره؟ بله به 4 میخوره. چرا میخوره؟ اگر یادت میره بیا این کار انجام بده. بگم من 72 رو اگر به تقسیم بر 2 بکنم میشه 36. 36 هم به 2 میخوره دیگه، درسته؟ یعنی زوجه، پس به 2 میخوره، پس به 4 میخوره. اگر من 72 رو به 4 بخش پذیر بکنم، نگاه کن، مگر این 2 ضرب در 2 نشد شد 4. حالا کافیه شما 34 رو تقسیم بر 36 رو تقسیم بر 2 بکنید، میشه 18. پس در نتیجه میشه 4 و 18. یه ذره به این فاصله بدم. اینا رو ما سال هفتم کامل بچه‌ها آموزش میدیم. حالا شما سال نهمید قطعا اینا رو بلدید. خب آیا 72 به 5 میخوره؟ نه، چون یک رانش نه صفره نه 5. 72 به 6 میخوره؟ بله. 72 زوج به 2 میخوره، جمع ارقامش 9 به 3 میخوره، پس در نتیجه به 6 هم میخوره. پس در نتیجه ما اینجا میتونیم برای 6 رو قرار بدیم. اگر اینجا 6 رو قرار بدیم کافیه من بیام 72 رو تقسیم بر 6ش بکنم. 72 اگر تقسیم بر 6 بشه میشه یه دونه 6 تا 12 و میشه 2 تا. پس اینجا میشه عدد 12. آیا 72 به 7 میخوره؟ نه. 72 به 8 میخوره؟ بله. 72 به 8 بخوره میشه چقدر بچه‌ها؟ میشه 8. 8 با چه عددی برای من 72 رو میسازه؟ با 9. پس میشه 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 و 72. این میشه شمارنده های عدد 72. حالا شما به عنوان تمرین برای خودتون شمارنده های 36 رو بنویسید. ویدیو رو نگه دارید، بنویسید، بیا ادامه ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. خب شمارنده های 36 رو براتون نوشتیم، امیدوارم که درست نوشته باشید. خیلی خوب. اما بحثمون چی بود؟ می‌خواستیم راجع به شمارنده زوج عدد 15 حرف بزنیم. من اگر عدد 15 رو بخوام شمارنده‌اشو بنویسم میشه 1 و 15 3 و 5. خب داخل آرکولاد میندازمش، اسمش هم میذارم A با علامت و هم از هم دیگه جدا میکنم. اما یه چالش، شمارنده زوج عدد 15 از بین شمارنده‌اش من زوجی نمیبینم. 1 3 5 15 همشون فردن. پس میام میگم که این مجموعه نیست. آیا مجموعه نیست؟ یه چالش ایجاد میشه دیگه. آیا اگر یه صحبتی، یه کلامی عضوی توش نباشه مجموعه به حساب نمیاد یا میاد؟ میاد. این مجموعه که عضوی نداره. اینجاست که شما میاید یک مفهومی رو مشخص میکنی با عنوان مجموعه تویی. حالا شاید با خودت بگی که این عضوی نداره، چرا باید مجموعه به حساب بیاد؟ خب میگیم که آقا این عضوی نداره، باشه. آیا عضو تکراری داره؟ نه. آیا سلیقه‌ایه؟ نه. مثلا چجوری میگیم من شمارنده زوج عدد 15 همه میگن هیچی دیگه، همه میگن این عضوی نداره، پس مجموعه به حساب میاد با مجموعه تهی، و مجموعه‌ای که هیچ عضوی نداره. مجموعه تهی رو دو جور شما میتونید نشون بدید، هم با نماد بدین صورت، هم با بدین صورت. یه آرکولاد باز کنی، آرکولاد رو ببندی و داخلش هیچی رو ننویسی. این میشه مجموعه تهی.
خب مجموعه توهی رو برای شما مشخص کردیم. فقط یک اشتباه رایجی بین بچه‌ها وجود داره. میگن که آقا اگر ما مجموعه توهی رو اینجوری نشون بدیم چی میشه؟ نه، این فرق داره با مجموعه‌ای که گفتیم. این با این فرق داره. حالا چه فرقی داره؟ این دو تا با هم مساوی نیستن. شما یک جعبه رو در نظر بگیرید، یه جعبه خالی رو در نظر بگیرید که توش هیچی نیست. این جعبه خالی، یک جعبه خالی. من یه جعبه دارم توش هیچی نیست. با این فرق داره که بگم هیچی ندارم. اینجا بالاخره یه جعبه دارم ولی اینجا هیچی ندارم، این فضا خالیه. مجموعه توهی یعنی شما یه مجموعه دارید که توش هیچی نیست، اما توهی یعنی هیچی ندارید. پس چی شد؟ وقتی میگی مجموعه توهی یعنی یه جعبه که داخلش هیچی ندارم، اما خود توهی یعنی هیچی ندارم، ولی تو این یکی بالاخره یه دونه جعبه رو دارم. پس اینو حواستون باشه که اشتباه نگیرید و اینم با این اشتباه نگیرید که یه مجموعه بذاری داخلش بذاری صفر. نه دیگه، این مجموعه صفره. فرضاً گفتم که مرز بین اعداد طبیعی و اعداد، مثلا مثال دارم میگم اینجوری بهتون بگم، مثلا بگم که اولین عددی که تو اعداد صحیح نه مثبت نه منفیه، میگه خب صفر دیگه، یه مجموعه است بالاخره. پس این اشتباه رایج رو انجام ندید و مواظب این حواستون به این مشکل باشه و حواستون باشه که مشکلی بابت این موضوع پیش نیاد. خب اینم میشه تقریبا موضوع درسنامه اولمون. نزدیک نیم ساعت داریم با شما صحبت میکنیم، گپ میزنیم. بریم چند تا سوال هم ازش به عنوان نمونه سوال حل بکنیم. جلسه اول چالش 20 درسی رو تموم بکنیم. فقط قبل از اینکه سوالات رو حل بکنم ذکر این نکته رو دوباره لازم و ضروری میدونم که ما میخوایم در 30 روز شما رو به نمره 20 برسونیم. هر روز یک مطلبی رو برای شما خواهیم داشت و اینکه جهت ارتباط با ما و دریافت جزوه و عضویت در گروه تیسوشانیمون کافیه به شماره 0939 797 0285 همچنین به آیدی علی دلیل 13 از طریق تلگرام پیام بدید. خب بریم چند تا سوال با هم دیگه حل بکنیم. سوال اول میخوام اینجوری بهتون معرفی بکنم، بگم که درستی یا نادرستی عبارت رو مشخص بکنید. جمله رو میگم، شما ویدیو رو نگه دارید و ما پاسخش رو بگید و ادامه ویدیو رو همراه ما باشید. گفتم که مجموعه اعداد طبیعی از 1 تا 2 یک مجموعه توهیه. چی گفتم؟ مجموعه اعداد طبیعی از 1 تا 2 از 1 تا 2 از 1 تا 2 یک مجموعه توهیه. سوال پیش میاد. من یه بار هست بگم اعداد طبیعی بین 1 تا 2، یه بار هست بگم از 1 تا 2. این دو تا فرق دارن. وقتی من میگم بین 1 و 2، ببین طرف من سه تا علامت بنویسم، مثلا ستاره، مربع، دایره. شما بین ستاره و دایره، بین ستاره و دایره مربع رو دارید، اما از ستاره تا دایره هر ستا رو دارید. از ستاره تا دایره، بین مربع و دایره، بین ستاره و دایره. اینو باید حواستون باشه. پس وقتی میگی از 1 تا 2 هم 1 شاملش میشه هم 2 شاملش میشه، پس این مجموعه توهی به حساب نمیاد. اما اگر بگم مجموعه اعداد طبیعی بین 1 و 2 چه میگی؟ میگی توهی. چرا توهی؟ چون بین 1 و 2 من عدد طبیعی دیگه ای رو ندارم. خب این اولین سوالم. سوال بعدی مثلا میگیم که تعداد اعضای مجموعه A مساوی با 5 و 3 و 5. تعداد اعضاش چند تاست؟ این نکته رو بگم بچه‌ها، حالا جلوتر بهش اشاره می‌کنیم. وقتی من می‌خوام اینو که می‌دونم که مجموعش میشه 3 و 5، تکرار رو باید حذفش کنم. شما وقتی می‌خواید تعداد مجموعه رو مشخص بکنید، باید بیاید اسم مجموعه رو داخل پرانتز بنویسید و یه n کوچیک کنارش بذارید. به معنی چی؟ این به معنی تعداده. وقتی میگه تعداد اعضای مجموعه A باید بنویسید 2 تا. چرا؟ چون این 1 و 2 تا عضو داره. مجموعه B رو در نظر بگیرید. مثلا اینجوری. خب میگی چند تا؟ 1 2 3 4 5 6 تا. پس میای مینویسی n b مساوی با عدد 6. پس وقتی میخوای راجع به تعداد بحث بکنی، مجموعه رو مینویسی داخل پرانتز و جلوش یه دونه n قرار میدی. خب سوال بعدی که میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، مثلا میخوایم راجع به
این موضوع صحبت بکنیم. یه مجموعه به این صورت اعضاشو می نویسم، مثلا می نویسم و مثلا می نویسم به این صورت. یه بارم می نویسم مثلا منفی 8 به توان 2. میخوایم راجع به این صحبت بکنیم. اول میخوام راجع به اعضاش صحبت بکنم. بریم عبارات ها رو اینا رو اینجوری نوشتم که حساب کتاب جبریمون هم با هم دیگه تمرین رو بکنیم. نوشتم منفی رادیکال 2 به توان 2. خیلی هم میگن که خب منفی به توان زوج داره میرسه میشه مثبت 2. نه، غلطه. ببینید بچه‌ها، ما داریم منفی 2 به توان 2، داریم منفی 2 به توان 2، داریم منفی 2 به توان 2. اینا باید حواسمون بهش باشه. این دوه روی پرانتز اثر میذاره چون منفی داخل پرانتزه، پس این دوه روی منفیش هم اثر میذاره، پس این میشه مثبت 4، یعنی منفی به توان زوج رسیده مثبت میشه. اما اینجا این دوه فقط برای این دو است و روی منفی تاثیر نمیذاره، پس میشه جوابش منفی 4. اینم فقط دوی داخل این پرانتزه روی 2 اثر میذاره، پس جوابش میشه 4 با علامت منفی، پس میشه منفی 4. پس اینی که اینجا پرانتز نداره، 2 فقط روی این اثر میذاره، رادیکالش با توانش میپره میشه 2، یه منفی میاد کنارش و میشه منفی 2. پس حاصل این عبارت میشه منفی 2. رادیکال 64 میشه 8 با منفی پشتش میشه منفی 8. منفی 2 به توان 3. حواس اینجا منفی 2 به توان 3. اول میام اینجا رو به عنوان اولویت توان حساب میکنم. منفی 2 به توان 3 چی میشه؟ چون توان فرد منفی از بین نمیره. 2 به توان 3 چند میشه؟ نگه 6، 2 به توان 3 میشه 8. حالا حاصل این شد منفیش با یه منفی پشتش که تو این ضرب میشه مثبت 8. پس عملا روی این خط میزنم مینویسم مثبت 8. اما این یکی دارم منفی 1 به روی 2 به توان 2. خب 2 به توان 2 که میشه 4 با منفی پشت میشه منفی 1 چهارم. پس اینم روش خط میزنم مینویسم منفی 1 چهارم. اما منفی 8 به توان 2. خب منفی 8 به توان 2 چی میشه؟ میشه منفی 8 که به توان 2 میشه 64، اما یه منفی پشتشه، پس این منفی میاد توش ضرب میشه منفی 64. چرا؟ چون اول این توان 2 منفی رو از بین میبره میشه مثبت، یه منفی توش ضرب میشه منفی و حاصلش میشه منفی 64. حالا چجوری ازش سوال میپرسن؟ مثلا میگه که آخ خب خیلی ببخشید وبکم از روی میز افتاد. ادامه ویدیو اینجوری مجبوریم خدمتتون بگیریم. چی داشتیم میگفتیم؟ حالا چجوری ازش سوال میپرسن؟ مثلا به شما میگن که آیا به من بگید که 8 عضو A نیست، درسته یا غلط؟ میگه که من داخل A 8 رو میبینم. بله اینجا دارم میبینم، پس این که میگه عضو A نیست غلطه، این عبارت نادرست. مثلا یکی دیگه میگه مثلا 1/4 عضو A. حساب کتاب کردم 1/4 رو داشتم میدیدم، نه من منفی 1/4 رو داشتم میدیدم، نه این که میگه عضو A هست غلطه. میشه این صورت. این ممکنه به شما سوال‌های متعدد صحیح و غلط بده و از شما بخواد، فقط حواستون به اولویتاتون باشه. خب یا مثلا اینجوری به شما سوال میده، میگه که مثلا اینجوری نشونش بدیم 3 5 2 منفی 1 4 9 8 منفی 2 اینجا هم 6. اینو بذاریم مجموعه A، اینو بذاریم مجموعه B، اینو بذاریم مجموعه C. گفته اعضا رو مشخص کن. خب میریم مجموعه A میشه این دایره، توش چیا رو میبینم؟ 3 میبینم، 5 میبینم، 4 میبینم، منفی 1 میبینم و 2 میبینم. حالا میخوام مجموعه B و مجموعه C رو هم بنویسیم. ویدیو رو نگه دارید، بنویسید و همراه ما باشید. خب نوشتیم، ادامه بدیم. مجموعه B میشه این مجموعه، داخلش چیا رو میبینم بچه‌ها؟ 6 2 منفی 1 و 9. هر ترتیبی از این نوشته باشید درسته، فقط این 4 تا رو باید بنویسید. اما مجموعه C ویدیو نگه دارید. چیا میشه؟ میشه منفی 2 منفی 1 9 4 و 8. اینم بگم اگر این سوال براتون آسونه، اولا خیالتون بابت کتاب درسی راحت باشه،
کتاب دستی رو کاملا مسلطید، ولی برای تست‌های بیشتر، تمرینات بیشتر، تست‌های چالشی‌تر حتما با ما در ارتباط باشید و پیام بدید که عضو گروهمون باشید و تست‌های چالشی‌تر رو ببینید. خب اینم از این و دیگه همین به نظرم برای جلسه اولمون کافیه. در جلسه بعدی وارد بحث مجموعه و تساوی مجموعه ها میشیم و با چالش روز دوممون. فعلا این چالش روز اول امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حتما در این 3 روز همراه ما باشید.